جوانک تعریف کرد که قول 1/10 گنج را به 1 کولی داده است. پیرمرد آهی کشید. کولی‌ها زیرک هستند. به هر صورت خوب است بیاموزی که در زندگی هر چیزی بهایی دارد. پیرمرد کتاب را به جوانک پس داد. فردا در همین ساعت 1/10 گوسفندانت را برای من بیاور. به تو خواهم آموخت چگونه به گنج نهفتت دست یابی. و در گوشه ای از میدان ناپدید شد. جوانک سعی کرد به مطالعه خود بازگردد، اما نتوانست فکرش را متمرکز کند. مضطرب و نگران بود، چون می‌دانست پیرمرد حقیقت را گفته است. سراغ ذرت فروش رفت و 1 پاکت ذرت بوداده خرید و در همان هنگام اندیشید آیا باید آنچه را که پیرمرد گفته بود برایش بازگو کند یا نه. سرانجام فکر کرد گاهی بهتر است بگذاریم همه چیز همانطور که هست بماند و خاموش ماند. اگر چیزی می گفت ذرت فروش 3 روز تمام به رها کردن همه چیز می اندیشید. اما دیگر به چرخ دستیش بسیار عادت کرده بود. می توانست ذرت فروش را از این رنج در امان نگه دارد. بی هدف آغاز به گشتن در شهر نمود و تا بندر رفت. در آنجا ساختمان کوچکی بود و در این ساختمان پنجره کوچکی قرار داشت که مردم از آنجا به مقصد مصر بلیط می خریدند. مسئول گیشه پرسید چیزی می خواستید؟ جوان همچنان که دور می شد گفت شاید فردا. اگر فقط یکی از گوسفندها را می فروخت می توانست خود را به آن سوی تنگه برساند. تصمیم گرفت از درازترین راه به طویله دوستش بازگردد. آن شهر نیز دژی داشت و جوان تصمیم گرفت از پله‌های سنگی آن بالا رود و روی یکی از دیواره‌هایش بنشیند. از آنجا می توانست تقریباً تمام شهر را ببیند و نیز میدانی را که در آن با پیرمرد صحبت کرده بود. اندیشید نفرین بر ساعتی که با این پیرمرد ملاقات کردم. او فقط قصد داشت زنی را بیابد که رؤیاها را تعبیر می کرد. نه آن زن و نه آن پیرمرد برای این موضوع که او 1 چوپان بود اهمیتی قائل نشده بودند. آدم‌هایی منزوی بودند که دیگر ایمان خود را به زندگی از دست داده بودند و نمی‌فهمیدند که چوپان‌ها سرانجام به گوسفندهایشان دل می‌بندند. هر یک از آنها را دقیقاً می‌شناخت. می‌دانست کدام می‌لنگد، کدام یک از آنها تنبل است و نیز می‌دانست چگونه پشم چینی کند و چگونه آنها را ذبح نماید. اگر تصمیم می‌گرفت برود، غمگین می‌شدند. بادی آغاز به وزیدن کرد. این باد را می‌شناخت. مردم آن را باد شرق می‌نامیدند چون لشکرهای کفار همراه با همین باد آمده بودند. وزش باد شرق شدت یافت. جوانک فکر کرد بین گوسفندها و گنج گیر کردم. میبایست میان چیزی که به آن عادت کرده بود و چیزی که دلش میخواست داشته باشد تصمیم میگرفت. دختر بازرگان هم بود، اما او به اندازه گوسفندها اهمیت نداشت چون به جوان وابسته نبود. شاید اصلاً او را به یاد نمی آورد. اطمینان داشت که اگر 2 روز دیگر در آن شهر ظاهر نشود، دخترک هیچ متوجه نخواهد شد. برای او همه روزها یکسان بودند
و هنگامی که همه روزها یکسانند معنایش آن است که آدم دیگر نمیتواند رخدادهای نیکی را که با هر بار گردش خورشید در آسمان در زندگیش رخ میدهند درک کند. با خود گفت من پدرم را ترک کردم و مادرم را و دژ دهکده‌ام را. آنها عادت کردند و من نیز. گوسفندها به نبود من عادت خواهند کرد. روز بعد با پیرمرد ملاقات کرد. 6 گوسفند با خود آورده بود. گفت تعجب می کنم. دوستم بیدرنگ گوسفندها را خرید. گفت تمام زندگیش در آرزوی آن بوده که چوپان شود و این نشانه خوبی است. پیرمرد گفت همیشه همین طور است. آن را اصل مساعد می نامیم. اگر برای نخستین بار ورق بازی کنی به یقین برنده خواهی شد. بخت تازه کارها. و چرا چنین است؟ چون زندگی می خواهد که تو افسانه شخصیت را زندگی کنی. سپس مشغول بررسی گوسفندها شد و فهمید که یکی از آنها لنگ است. جوانک توضیح داد که این مهم نیست چون او از همه باهوشتر است و به اندازه کافی پشم تولید می کند. پرسید گنج کجاست؟